حالا من یه سلام مجدد داشته باشم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خب نمیخوام ابتدای جلسه رو با صحبتایی که شاید یه خورده انرژی منفی با خودشون داشته باشه شروع کنم، ولی نکته‌ای که هستش خیلی خیلی برام جالبه. داشتم میومدم که کلاس برگزار کنم، داشتم به این فکر میکردم که چقدر طی همین روزا همه پیام میدن تو دایرکت که ما نیاز داریم مقالمون چاپ بشه، نیاز داریم مقاله بنویسیم، نیاز داریم مقاله یاد بگیریم، ولی دریغ از خب نهایتا الان تعداد افرادی که من دیدم 30-40 نفر بیشتر نبوده کلا و این تعداد خیلی کم هستش. اصلا فکرشو نمی کردم و امیدوارم که این دوستان روزی پشیمون نشن از این شرایطی که در اختیارشون هست و استفاده نمی کنن. خب اگر مایل باشین شروع کنیم کلاس رو، چون تایم کلاس خیلی کم هستش. انشالله بتونیم مطالبی که مد نظر هست امروز خدمتتون تا جای ممکن توضیح بدیم. خب دوستان عزیز، تو جلسات قبلی در مورد 2-3 تا اصل خدمتتون صحبت کردم. به اصل نهایی که رسیدیم، یعنی اصل سوم که رسیدیم، خدمتتون عرض کردم که باید یک سری تکنیک رو شما برای پیاده کردن اون اصل شما رعایت کنید. بر همین مبنا میخوام چند تا از این تکنیک ها رو امروز خدمتتون توضیح بدم که چطوری میتونید ازشون استفاده کنید برای اصل 2 تا اصلی که جلسات قبل خدمتتون عرض کردم. برخی دوستان تازه به در واقع لایف پیوستن، به کلاس ها پیوستن، میخوام یه توضیح ابتدایی راجع به جلسات پیشین بدم، بعدش شروع کنم به نکاتی که برای این جلسه در نظر گرفته شد. ببینید دوستان عزیزم، تو جلسات قبل من در مورد 2 تا اصل خدمت دوستان صحبت کردم. یکی اصل قدیم جدید بود، یکی اصل سبک سنگین بود. خب اصل قدیم به جدید چی میگفت؟ میگفت که آن چیزی که اگر جمله ما قسمت سابجکت باشه یا قسمت قبل از فعل باشه، ورب ما باشه یا فعل ما باشه، آبجکت ما یا پردیکیت، آن چیزی که بعد از فعل باشه، باید تعداد در واقع باید اطلاعاتی که در جایگاه سابجکت میاد اطلاعاتی باشه که یا برای مخاطب ما انتظار داریم که اونو بلد باشه یا جوری از قبل در موردش صحبت کردیم و مطمئنیم که اونو بلده. پس این اطلاعات رو بهش میگن اطلاعات قدیم و در جایگاه سابجکت جمله میاد. بعد از فعل هم خدمتتون عرض کردم هر آن اطلاعاتی که میاد به عنوان اطلاعات جدید هستش. پس اینجا به عنوان اطلاعات جدید هستش، به همین خاطر بهش میگن اصل قدیم به جدید. چرا؟ چون هر مخاطبی وقتی که یک جمله رو در واقع بهش نشون میدی یا یک مقاله رو میخونه، هر جمله رو که میخونه به فعل که میرسه دنبال اینه که بعد از فعل چه اطلاعات جدیدی قراره بهش در واقع داده بشه. به همین خاطر بهش میگن اصل قدیم به جدید. دوستانی که هم تازه به کلاس های ما ملحق شدن میتونن جلسات قبل رو تو یوتیوب، کانال یوتیوب ببینن تا بهتر متوجه بشن که این 2 تا اصل چی هستش. پس من یک اشاره کلی کردم به اولین اصل، اصل قدیم به جدید، و دومین اصل هم میخوام خدمتتون بگم اصل سبک سنگین. این اصل سبک سنگین چی میگه؟ بازم اگه کل جمله رو به این حالت در نظر بگیریم، سابجکت، ورب یا فعل جمله، فعل اصلی جمله دوستان مد نظر هست. آن چیزی که یا اطلاعاتی که قبل از فعل میاد باید تعداد لغات یا به لحاظ وزنی که بر اساس تعداد لغات است تقریبا باید یک بالانسی برقرار کنه یا کمتر از قسمت مربوط به بعد از فعل باشه. به همین خاطر بهش میگن اصل سبک،
یعنی تعداد لغاتی که در این جایگاه میاد باید کمتر یا برابر با اون قسمت باشه، تقریبا اون بالانس حفظ بشه. و به همین خاطر در بحث اکادمی رایتینگ دوستان یه نکته هم خدمتتون عرض کردم که وقتی که این اصل رو رعایت کنید، این اصل رو وقتی رعایت کنید، فعل شما هیچ وقت به انتهای جمله انتقال داده نمیشه و در سبک اکادمی رایتینگ باید به این شکل جمله شما باشه، یعنی استاندارد اصولی باید به این شکل باشه: سابجکت، ورب، آبجکت یا پریدیکیت. به همین خاطر دوستان هیچ وقت جملتون رو با فعل تموم نکنید. ببینید این نباید بره بعد از آبجکت یا پریدیکیت. خیلی از مواقع میبینید دوستان جملات اینچنینی مینویسن، وقتی که جمله بعدشون رو میخوان بنویسن باعث میشه که اون در واقع اون اتصال منطقی به لحاظ علمی و به لحاظ نگارشی بین جملات از بین بره و مخاطب شما سردرگم بشه. پس به این خاطر اینو در زبان انگلیسی و در بحث اکادمیک رایتینگ بهش میگن سینتکس دوستان، سینتکس. و به همین خاطر باید همیشه سابجکت بیاد، بعد ورب بیاد، بعد آبجکت یا پریدیکیت هم بیاد، بعد از اون بیاد و جمله خودتون رو هیچ وقت با فعل تموم نکنید. این یک نکته است که اگه تموم کنید، نه اینکه به لحاظ گرامری مشکل داره، به لحاظ نگارشی برای شما، برای جملات بعد شما یک سری در واقع ایرادات ایجاد میکنه که اون ایرادات باعث میشه که مخاطب پسندی پاراگراف شما یا جملات بعد شما سخت بشه و مخاطب شما به راحتی جمله شما رو متوجه نشه. پس قرار شد شما طوری بنویسید که مخاطب پسند باشه. این از اصل سبک سنگین. ببینید یک اصل دیگه داریم که من میخوام خدمتتون در موردش توضیح بدم. اصل در واقع زنجیره. این اصل زنجیره دوستان 14 تا تکنیک داره یا 14 تا حرکت شما میتونید رو جملات رو بزنید، ولی بسته به اینکه جمله ما قبل شما چی بوده شما باید انتخاب کنید که از این 14 حالت کدوم یکش انتخاب کنید، که من میخوام امروز در مورد این 14 حالت برای شما توضیح بدم. چرا؟ چون این 14 حالت، یک، وقتی که شما یک جمله رو نوشتین، جمله بعد که میخواین بنویسین نه تنها اصل قدیم جدید باید رعایت شه، نه تنها اصل سبک سنگین باید رعایت شه، بلکه باید اصل زنجیره اطلاعات هم رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی همون در واقع نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، گفتم 2 تا منطق باید در نگارش شما مورد در واقع هدف باشه. یک، منطق نگارش و دوم منطق علمی بین جملات. یعنی شما باید پیوستگی جملات شما نه تنها منطق نگارش داشته باشه بلکه منطق علمی هم داشته باشه. این 2 تا اصلی که خدمتتون عرض کردم، این 2 تا مربوط به اصل منطق نگارش هستن بیشتر، ولی اصل سوم که میخوام خدمتتون توضیح بدم این هم اصل در واقع هم در خصوص منطق نگارش هست هم منطق علمی. یعنی باعث میشه که جملات شما به لحاظ علمی به هم مرتبط بشن و وقتی که یک پاراگراف رو مخاطب شما میخونه ابتدا تا انتهای پاراگراف رو کامل متوجه بشه. منم تو جلسات قبل خدمتتون مثال زدم، گفتم که یک متن خوب شبیه در واقع عملکرد یک سخنران خوب میمونه. وقتی که یک سخنران خوب بلد خوب حرفاشو کنار هم بچینه،
باید شما در بحث نگارشتون هم این اصل رعایت کنید. چرا؟ چون وقتی که نتونید اطلاعات کنار هم خوب بچینید قطعاً متن مخاطب پسندی رو شما ارائه نخواهید داد. خب میریم سراغ این 14 تا تکنیک که خدمتتون توضیح بدم به چه شکل هستش. اولین تکنیکی که میخوام خدمتتون توضیح بدم، اولین تکنیک جابجایی بر اساس معلوم و مجهول. یعنی چی؟ دوستانی که مقاله نوشتن یا زمانهای زبان انگلیسی رو بلدن اینو متوجه میشن چی میخوام بگم. وقتی که شما یک جمله نوشتین میخواین جمله بعدو طوری بنویسین از جایی میخواین پارافریز کنین بیارین، ممکنه در درفت اولیه شما اون منطق علمی بین جملات شما رعایت نشه و شما مجبور بشین بین دو تا بلوک که اگر این جمله زبان انگلیسی باشه یا این قسمت پردیکیت باشه، با جابجایی اینها، یعنی آبجکت بیاد جای سابجکت بیاد جای آبجکت یا کلان حذف بشه. پس یه حالتی داره که آبجکت میاد یا پردیکیت میاد جای سابجکت و سابجکت یا قسمت فاعل جمله شما یا قسمت قبل از فعل شما بهتره بگم میره جای قسمت دوم، قسمت بعد از فعل شما. این حالت رو بهش میگن چی؟ جابجایی. حالا بهش در واقع جابجایی معلوم و مجهول میگن. یعنی شما باید بلد باشین که زمانهای زبان انگلیسی رو بلد باشین که چطور معلوم و چطور مجهول میکنن. این اولین در واقع نکته هستش که باید شما بدونید. یکی از در واقع تکنیک‌ها، یکی از ابزارهایی هست که شما میتونید با جابجایی این دوتا قسمت یک تمام سه تا اصل رعایت کنید. یعنی هم اصل قدیم جدید، هم اصل سبک سنگین، هم اصل زنجیره اطلاعات. این یکی از اون تکنیک هاست. یعنی شما باید وقتی که جملتون تموم میشه، به فرض یک جمله نوشتین تموم شده، subject, verb, object یا predicate نوشتین، شما جمله بعد رو که میخواین شروع کنید دوستان باید بدونید اگه یک جمله از جای دیگه آوردین یا یک جمله قبلا نوشتین و شما میخواین الان بحث در واقع ویراس مقالتون رو انجام بدین، درفت رو بخواین تکنیکا رو روش پیاده کنین، میخواین ببینید که بین این جمله و جمله بعد چطوری باید این ارتباط برقرار شه. گاهی میبینید که نیاز هست که جمله از مجهول بره به معلوم، گاهی از معلوم بره به مجهول. پس شما باید همون لحظه تشخیص بدین که ابتدای جمله شما چی هست. ابتدای جمله شما طبق اصل قدیم و جدید باید قدیم باشه. اینجاست که شما تشخیص میدین که آیا من جمله‌ای که میخوام بیارم این قسمتش قدیم هست برای این جمله جدید یا این قسمتش. اینجاست که شما انتخاب میکنید اگر این قسمت به عنوان اطلاعات قدیم هستش شما باید بیارین جای سابجکت بنشونید، بعد فعل شما، بعد سابجکتی که حالا از جمله‌ای که از هر جا آوردین میخواین بیارین جای آبجکت یا پردیکیت بنشونید. پس اینجا باعث میشه که هم اصل قدیم جدید رعایت شه، هم اصل سبک سنگین، هم زنجیره اطلاعات. چرا؟ چون این اطلاعات قدیمی که از اینجا آوردی، از جمله دیگه آوردی، این اطلاعات یه جورایی باید در جمله قبل بهش اشاره شده باشه. در صورتی که ممکنه از جمله‌ای که میخواین بیارین کنار هم بچینین اطلاعات قدیم بعد از در واقع فعل باشه در یک مقاله دیگه، در مقاله شما نه، در یک مقاله دیگه بعد از فعل باشه. پس بر همین اساس شما باید جای اینا رو عوض کنید و به قولی
جابجایی معلوم مجهول، جابجایی سابجکت و پردیکیت انجام بدیم تا اون پیوستگی ایجاد بشه در بین دو تا جمله شما. این از نکته اولش. دومین تکنیک، من باید بارا خدمتتون دوستان عرض کردم، گفتم دوستان حتما زمانهای زبان انگلیسی یاد بگیرین دوستان، که من تو این زمینه الان جلوتر که رفتیم تمامی این تکنیک ها رو باید شما به هر جمله‌ای که رسیدیم شما تشخیص بدین به چه حالت هستش و شما جابجایی قسمت‌های در واقع جملات رو بتونید به راحتی انجام بدین. ببینید تکنیک بعدی که میخوام خدمتتون بگم، حالا اگه مثال بخوام برای همون قسمت، برخی دوستان میخوان قسمت در واقع جابجایی دو تا قسمت سابجکت یا قسمت قبل از فعل و قسمت بعد از فعل انجام بدیم، من یه مثال خدمتتون اینجا میزنم که کامل متوجه بشید. مثلا good language skills. خب قسمت فعل من بهش میرسم، میشه are needed by speakers یا English speakers. خب ببینید در این جمله من بخوام اینا رو جابجا کنم، are needed این در اصل زمان simple present هست. simple presenتی که present یا حال ساده که در حالت مجهول هستش یا بهش میگن پسیو. ما دوره دبیرستان معلوم و مجهول رو بهمون میگفتن ولی شاید کامل متوجه نمیشدیم معلوم مجهول یعنی چی. ببینید در یک جمله خیلی ساده به شما بگم، وقتی که شما یک جمله رو میخواین بگین و کننده کار برای شما مهم نباشد، شما اونو در قالب مجهول گفتین، ولی اگر کننده کار رو در ابتدای جمله بهش اشاره کردین اون جمله معلوم هستش. حالا من یک مثال فارسی هم میزنم ابتدای این جمله رو خدمتتون بگم به چه شکل هستش. این من یک مثال زدم good language skills are needed by English speakers. من یک جمله نوشتم، حالا میخوام اینو جابجا کنم، یعنی از حالت پسیو ببرم اکتیو یا معلومش کنم. یعنی شما باید این کار رو در مقالاتتون انجام بدین تا اون در واقع جابجایی انجام بشه و پیوستگی جملتون رعایت بشه. این چی میشه؟ نوشته میشه English speakers یا English speaker need good language skills. یه نکته در واقع میشه بگی هم در اصل گرامری هست ولی شما باید زمانی که میخواین تو دل مقالاتتون تو جملاتتون استفاده کنین بدونید که جابجایی به چه شکل باید انجام بشه. گاهی از معلوم به مجهول و گاهی از مجهول به معلوم باید جابجا بشین تا اون اصل قدیم به جدید، اصل سبک سنگین و اصل زنجیره اطلاعات رعایت بشه. پس شما باید بتونید بین اینا جابجا بشید. اینجا جمله بعد چی شده؟ English speaker یا English speakers need. ببینید اینجا فعل ما need
از سیمپل پرزنت اومده یا حال ساده اومده ولی در حالت معلوم هستش. چرا؟ چون انگلیش اسپیکرز اینجا به عنوان سابجکت جمله ما هستش ولی در جمله ما قبل یا جمله قبل good language skills به عنوان سابجکت بوده. جای اینا رو جابجا میکنیم باعث میشه که اون ارتباط یا اون زنجیره اطلاعات که مد نظر ماست برقرار بشه. گاهی نیاز از معلوم به مجهول، گاهی نیاز از مجهول به معلوم شیفت کنیم. پس حواستون به این نکته باشه. این اولین نکته بود که باید خدمتتون میگفتم. یه مثال در قالب زبان فارسی خدمتتون بگم که بهتر شاید برخی دوستان متوجه نشن که این معلوم و مجهول به چه شکل هستش. ببینید مثال فارسی ساده: علی ماشین را شست. اگه بخوایم به انگلیسی بگیم علی washed the car. خب این حالت معلوم هستش. یعنی چی؟ چون کننده کار مشخصه، کننده کار علی هستش. در واقع در زبان انگلیسی بهش میگن اکتیو، یعنی کننده کار برای ما مهم بوده. چرا کننده کار رو بیان میکنن؟ چون در اصل میخوان بگن کننده کار این کار رو انجام داده. ولی اگه بخوایم تاکید کنیم روی خود عمل، یعنی شسته شدن ماشین، چی میگیم؟ میگیم the car was washed. washed. حالا میتونیم اشاره کنیم توسط کی یا اشاره نکنیم. by علی. خب ماشین شسته شد توسط علی. میتونیم اصلا این توسط علی هم نیاریم. چرا؟ چون در حالت مجهول دوستان خود عمل برای ما مهمه، کننده کار برای ما مهم نیست. در تمامی در واقع جملاتی که شما استفاده میکنید، یعنی در اکادمی رایتینگ، عمدتاً خود کار برای ما مهمه. پس عمدتاً باید از حالت پسیو زمانها استفاده کنید یا حالت مجهول زمانها استفاده کنید. پس اینجا من اگه علی بای علی را حذف کنم، در معنای اصلی جمله من هیچ در واقع مشکلی پیش نمیاد. اینو بهش میگن معلوم به مجهول و در زبان اکادمیک یعنی شما باید بتونید برای اینکه اون سه تا اصل رعایت بشه، یکی از تکنیکاش اینه که شما بتونید معلوم و مجهول جاشون رو جابجا کنید. اگه معلوم باشه مجهولش میکنید، اگه مجهول هست معلومش میکنید. پس این اولین نکته هست که شما باید رعایت کنید و حواست باشه. خب خدمتتون عرض کردم 14 تا تکنیک هست که این اولین تکنیک من خدمتتون توضیح دادم که شما باید از در واقع بلوک های یا زمان های اکتیو و پسیو آگاه باشین، بدونی که چطور اکتیو و پسیو انجام میشه و هدف چی هستش و وقتی که در جملاتتون میخواین استفاده کنین به چه شکل شما باید جای زمان ها رو به قولی جای بلوک های جمله رو تغییر بدین. دومین تکنیک جابجایی برابر، بهش میگن جابجایی برابر. یه مثال خدمتتون بزنم. این در قالب مثال ها دوستان و فقط میخوام برای شما نشون بدم که جابجایی برابر یعنی چی، ولی شما اون اصلا رو حتما همیشه باید در تمامی جملاتتون مد نظرتون باشه. یه مثال چیه؟ one form of
pollution یکی از در واقع شکل‌های آلودگی that has received much attention is air pollution. ببینید حالا به اینو من در قالب یک مثال خدمتون گفتم. اولا این حالت در واقع جابجایی قسمت‌های یا وزن قبل از فعل ما که فعل ما اینجا is هست، فعل اصلی جمله ماست. قبل از جمله ما، قبل از فعل ما تعداد لغات بالاست، تعداد لغات باید در واقع کمتر بشه. پس به همین خاطر بهش میگن جابجایی برابر. یعنی چی؟ یعنی در معنا تغییر ایجاد نمیشه و شما جای قسمت‌های جمله رو عوض میکنید. اون حالت اکتیو و پسیو بود، زمانها تغییر میکرد، ولی این اصلا زمان تغییر نمیکنه. اینجا air pollution بازم is. توجه کردین تعداد لغتی که قبل از فعل ما اومده کم شد. بقیه جمله is one form of pollution that has received much attention. توجه داشته باشید اینجا دوستان. اینجا فعل ما در همون حالت باقی مونده، یعنی حالت simple present باقی مونده و در حالت اکتیوش هست دوستان، یا در حالت معلوم باقی مونده. این حالت رو بهش میگن جابجایی برابر. یعنی به لحاظ در واقع اون ساختار جمله جای معلوم و مجهول عوض میشه، هیچ در واقع جای سابجکت و آبجکت یا قبل از فعل و بعد از فعل تغییر میکنه، جابجا میشه، هیچ تغییری در زمانی که ما استفاده میکنیم ایجاد نمیشه. این به عنوان دومین در واقع تکنیک است. ببینید من خدمتتون عرض کردم 14 تا تکنیک ما داریم. باید زمانی که شما میخواین جملاتتون رو بنویسین، شما تصور داشته باشید فقط یک پاراگراف دارین. وقتی که شما میخواین جملاتتون رو بنویسین، جمله اولتون رو که نوشتین، جمله دومو شما باید بتونید یکی از این 14 تا تکنیکی که من خدمتتون میگم حتما توش پیاده کنید تا جابجایی و اتصال زنجیره‌ای اطلاعات برای مخاطب شما برقرار بشه. پس این میشه دومین تکنیک که باید خدمتتون میگفتم. تو پرانتز یه نکته خدمتتون بگم خیلی مهمه. ببین دوستان، به کارگیری افعال to be مثل am، is، are به عنوان تنها فعل جمله در جاهای خاصی امکانش هست دوستان. چرا؟ میخوام به شما بگم که
جملاتتون رو با افعال تو بی تموم نکنید دوستان، با افعالی تموم کنید که اکشن ورب هستن، فعل هایی که عملکرد نشون یا فعل هایی که اکشن رو نشون میدن. مثلا تو جملاتتون همیشه از ام و ایزی آر اینا استفاده نکنید. حتما تو جملات شما اگه برید مقالات رو بررسی کنید میبینید از فعل های استفاده کردن و در جاهای خاص که من خدمتون خواهم گفت از افعال تو بی به عنوان تنها فعل جمله شما یا تنها کلمه ای که به عنوان فعل اصلی جمله شماست استفاده میشه. پس حواستون باشه شما بر مبنای این افعال تو بی همیشه جملاتتون رو کامل نکنید دوستان. ببینید برای این نکاتی که دارم خدمتتون میگم، برای هر کدوم از این تکنیک ها تماما مثال های خیلی زیادی از دل مقالات برای شما گفتم که کامل بدونید. یعنی من مقاله نیتیو زبان رو بررسی کردم و جای این بلوک ها رو عوض کردم، مقاله که خب نویسنده ها نوشتن، و شما وقتی که ببینید دو تا جمله یا یک پاراگراف که جای جملاتش قسمت های متفاوت این تکنیک ها رو برعکس کردم و از حالت استاندارد خارج کردم، شاید به این راحتی شما متوجه نشین که چرا این چارچوب تغییر کرده، چرا اصلا غیر پذیرش هست، یعنی غیر قابل پذیرش هست توسط مخاطب یا توسط سردبیر. بر همین مبنا مثالهای خیلی زیادی برای شما تو پاورپوینت و تو در واقع اون ویدیوهای آموزشی که گفتم خدمتتون دارم آماده میکنم تو دل مقالات زدم که به راحتی شما بدونید که چیکار کنید. چون اینجا خب زمان بهمون اجازه نمیده تماما مثال بزنم، از دل مقالات برای شما مثال بزنم. بر همین مبنا تمام تلاشمو میکنم که یک مثال ساده بزنم که اطلاعات حداقل بدونید این تکنیک ها چی هستش، تا اینکه به مرحله در واقع عمل برسید و شما بتونید این تکنیک ها رو تو مقالاتتون پیاده کنید. خب نیاز هست که به شکل‌های مختلف این حالت‌ها، این تغییرات رو شما ببینید. خب سومین تکنیکی که میخوام خدمتتون عرض کنم، سومین تکنیک رو بهش میگن جانبخشی یا از در واقع قسمت های ابتدایی جمله یا سابجکت جمله به عنوان یا قسمت فاعل جمله به عنوان کننده غیر متحرک یا غیر جاندار هستش. ببینید شما وقتی که یک جمله رو می نویسین ممکنه قسمت، اگه این جمله شما باشه، ببخشید این قسمت جمله شما باشه، تو جلسه قبل برخی دوستانم این نکته رو در جریان هستن، بهش میگن جانبخشی به اشیا. ممکنه اطلاعاتی که در جایگاه قبل از فعل میاد یا در جایگاه سابجکت جمله میاد یا در جایگاه تاپیک جمله میاد، اون اطلاعات که به عنوان سابجکت یا کننده جمله هستن، این اطلاعات نیاز باشه جاشون جابجا بشه تا اون مفهوم در واقع اصل تکنیک قدیم به جدید، اصل سبک سنگین و اصل زنجیره اطلاعات برقرار بشه. یا اگه بخوام خیلی ساده تر بگم، جاندار غیر جاندار. یعنی چی؟ این جابجایی بین قسمت‌های مختلف جمله هستش که من باید خدمتتون دوباره بگم. مثال رو بزنم خدمتتون که بهتر متوجه بشین. یه مثال که اینجا آوردم خدمتتون، in
this study خب ببینید من یک کاما میذارم اینجا دوستان. در جملاتی که به این شکل شروع میشن آن چیزی که قبل از کاما هستش به عنوان سابجکت جمله محسوب نمیشه. جلوتر که رفتیم خدمتون بهتر توضیح میدم. به همین خاطر دلیلی که کاما میاد اینجا میخواد به شما بگه که این کاما کمک میکنه که مخاطب شما سابجکت جمله شما رو راحت‌تر متوجه بشه، یا اگه دارید مقاله‌ای رو میخونید بدونید که بعد از کاما سابجکت جمله شما شروع میشه، پس قبل از کاما شروع نمیشه. اینا رو بهش میگن introductory phrases. introductory phrase. اینا حالتهای متفاوت دارن که من کامل توضیح دادم که چی هستش تو پکیج. کامل توضیح دادم که در چه حالت باید استفاده بشه، کی بیاد ابتدای جمله، کی بره انتهای جمله. کامل اینا را برای شما توضیح دادم و نقششون در جمله چی هستش و چه اهمیتی دارن این سبک نگارش، چون خب شما قاعدتاً باید از این سبک نگارش استفاده کنه. خب in this story من حالا میرسم به اولین جمله من. in this story میخوام یک جمله بنویسم و در واقع این بخش قسمت جاندار و غیر جاندار یا به شکلی این قسمت ها رو دوباره جابجا کنم که بهتر متوجه بشین. systems that use speech recognition are described. ببینید دوستان are described دوستان این are described چی اینجا؟ فعل جمله ماست. فعل جمله ما رفته در انتهای جمله و من به شما گفتم که هیچ وقت جملتون رو با فعل تموم نکنید. وقتی که شما به این شکل تموم کنید یعنی اطلاعات مفید و جدید آوردین قبل از فعل. خب و برای جملات بعد هم مشکل سازه، یعنی شما بخواین اون تکنیک ها رو پیاده کنید برای شما مشکل ساز خواهد شد. پس شما باید چیکار کنید که جای این قسمت ها عوض بشه؟ نکته‌ای که باید خدمتتون بگم این زمان simple present هستش ولی در حالت پسیو یا مجهول. حالا بخوایم اینو در قالب اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم بیان کنیم که بهتر بشه و مخاطب پسندیش بره بالا، باید چیکار کنیم؟ من اینو تغییر میدم به این شکل. اینو تغییر میدم. This study توجه داشته باشید فعل ما describes systems that بالاتر می نویسم use a speech recognition. ببینید دوستان شمایی که دارید جمله رو می نویسین من بارها به شما میگم شما هستین که باید مقاله خودتون رو ادیت کنید، چرا که هیچ دکترای زبان انگلیسی نمیتونه برای شما مقالتون رو ادیت کنه. چرا؟ چون به لحاظ محتوای علمی نمیدونه پشت هر جمله شما یا بین جملات شما به لحاظ علمی چه منطقی بینشون هست. شما هستین که باید این اطلاعات رو بدونید. شما هستین که با دونستن این اطلاعات
میتونید این تکنیک ها رو پیاده کنید. ببینید اگر این جمله رو به هر در واقع استاد نمیدونم دکترای مترجمی زبان انگلیسی، دکترای زبان انگلیسی بدی، این جمله را هیچ وقت ازش ایرادی نخواهد گرفت. چرا؟ چون به لحاظ گرامری هیچ مشکلی نداره و به لحاظ اگه خودش تنها جمله باشه راحت معنیشو طرف مقابل متوجه میشه. ولی در قالب جملات اکادمیک، در قالب مقالات اکادمیک پذیرفته نیست. دوم اینکه اون شخصی که میخواد برای شما ادیت کنه نمیدونه که این اطلاعاتی که در جمله شما هست به لحاظ علمی میشه قسمت‌های قبل و بعد فعل رو جابجا کرد یا قسمت‌های در واقع انیمیت کرد. ببینید اینجا this story describes، گفتم این مطالعه توضیح میده. وقتی که میگه describes یعنی داری جان بخشی میکنی به مطالعه، در صورتی که ما وقتی که حالا تو ادبیات زبان فارسی هم تقریبا چنین چیزی هست، ولی خب ادبیات ما یه خورده رنگین کمان و خیلی در واقع متفاوت هست. ولی اینجا میخواد بگی که این مطالعه توضیح میدهد، قسمت های جمله رو جابجا کردیم و آوردیم، وقتی به جای اینکه بگیم in this story گفتیم this story. چرا؟ چون وقتی که بیاریم ابتدای جمله اون تکنیک جابجایی بین قسمت مربوط به در واقع جان بخشیشون جابجا میشه. پس بر همین اساس شمایی که تشخیص میدین که من کی باید از این حالت استفاده کنم، کی از این حالت استفاده کنم. حالا یه نکته من اینجا خدمتتون بگم، ولی فکر کنم زمان چندان بهمون اجازه نمیده. گفتم دوستان همیشه سعی کنید افعال to be, am, is, are به عنوان تنها فعلهای جمله شما نباشن و برید سراغ اکشن ورب ها. اکشن ورب ها چیه؟ این describe به عنوان اکشن وربه. هر آن فعلی که بجز اینها باشه به عنوان فعل جمله هستش، به عنوان اکشن ورب هستش یا به عنوان فعل اصلی جمله شما هستش. این حالت که من این کلمه describe آوردم اینجا، این فعلیه که به لحاظ منطق نگارش پذیرفته است. و نکته‌ای که قبلا خدمتتون گفتم افعال am is are رو تنها در شرایط خاصی که من خدمتتون فرصت بشه توضیح خواهم داد. در زمانهای خاصی، برای دلایل خاصی شما باید تنها فعل وربتون جملهتون انتخاب کنید. در غیر این صورت باید برید سراغ در واقع اکشن ورب ها. خب این جابجایی بود که من انجام دادم. در واقع اصل سبک سنگین رعایت شد. اگه جمله ما قبل بوده حتما جمله ما قبل اون بحث قدیم و جدیدش رعایت شده و اگه هم نبوده وقتی که میگه this story نشون میده که همین مطالعه و نشون میده که به عنوان اطلاعات قدیم هستش. به همین راحتی این تکنیک هم پیاده میکنیم و این میشه سومین تکنیکی که شما باید در این خصوص رعایت کنید. یعنی شما بین 14 تا تکنیک شما باید جابجا بشین و بتونید از این تکنیک هایی که من دارم خدمتتون میگم استفاده کنید برای نوشتن جملاتتون. زمان بهمون اجازه نمیده، میریم سراغ در واقع سوالهای شما. اگه سوالی داشته باشین بپرسین که